امروز میخوام ببرمتون ژاپن، یه منطقه به نام مانومی یا همون دریای نفرین شده. مردم محلی باور دارن که این دریا دروازه‌ایه به جهنم. یه نسخه ژاپنی شده از همون مثلث برمودا. جایی که قدرت‌های ماورایی دارن حکومت میکنن، تو واقعیت هم نقطه امنی رو کره زمین نیست. افسانه‌ها میگن 3 تا اژدهای بسیار خشمگین کف دریا منتظرن تا یه هواپیما یا یه کشتی از اون منطقه رد بشه و اونها رو به سمت کف دریا بکشن و غرق کنن. روایت‌های زیادی هست که ملوان‌ها یک مه غلیظ میبینن یا همون بخار آب و بعد از اون به طرز خیلی اسرارآمیزی کشتیشون شروع میکنه به غرق شدن. ولی چه واقعیتی پشت همچین افسانه‌ای وجود داره؟ اول از همه باید بهتون بگم که این منطقه رو گسل قرار داره و آتشفشان‌ها وقتی فعالیت میکنن زیر آب گازی به نام گاز متان تولید میکنن. گاز متان باعث میشه چگالی آب پایین بیاد و در اون لحظه کشتی ها غرق میشن. علاوه بر اون اختلالات مغناطیسی زیادی توی این منطقه گزارش شده که باعث میشه سیستم ناوبری مختل بشه و هواپیماها و کشتی ها راهشون رو گم بکنن. همه اینا رو گفتم ولی این توضیحات به صورت قطعی ثابت نشدن و همچنان این منطقه توی راز و رمز مونده و مردم محلی اعتقاد دارن که اینجا کاملا نفرین شده است.